سر کرده بودم، رفتم بیرون دیگه. امروز شیطان پیتان اومدم سر کار. بعد کلیم یه تسک خیلی عجیب دارم که زیاده، فکرم یه چند روز طول میکشه باید انجام بدم. امروز هم پنجشنبه است، پنجشنبه هم میام سر کار، تسکم رو انجام بدم، ببینم امروز تا کجا میرسم که بخوام اون تمومش کنم، چون بعدش هم میخوام برم سمت بازار با مامانم. قراره که بریم یکم خرید کنیم برای خونه. صبحونم قهوه و موز.